میکنم. حالا باشد دلتان به حال سوزن میسوزد. به خدا من به شما حیرانم. شما چیچک را به خانه برید، اون طرفش کاری من. کمال. لبای مادر. چیچک را به خانه میبرم. حمایه نبیرم وظیفه من است. اما این موضوع این طور محکم نمی شود. همین طور بدون. چخیل که در وقتی پیش دخالت کرده بودم، حالا باشد هم دخالت میکنم. من حالا نمردم پسرم. میدان رو نه به آن زن و نه به آن ولد زنا میگذارم. این رسوایی با این جراحی محدود می شود. همین طور بدون. مادر. مثل گذشته به حیات من بینی خلانه، به نیلگون یا فرزندانش ضرر رسانه. به خدا هیچگاه شما را نمی بخشم. سوزان، باید صحبت کنیم. من از این رسواگی کمال خبری ندارم. من هم به مانند تو نو بخبر شدم. ای خدای، کی به این گفته هایت باور میکند؟ همه حادثه عدن را خوب میدانستی. همچون روز برایت روشن بود. حالا برای بیگناه نشان دادن خود کوشش نکن. دشمنت من نیستم سوزان. دشمن تا آستانه ما آمده است. اگر به این کار چشم پوشی، درود دراز دوام خواهد کرد و یگان توی ما از این رسواگی خلاص شده نمیتوانیم. عقلت را به کار درآور. اگر من میدانستم این طور مناسبت میکردم، همه‌اش یک سو. آیا تو برای پراکنده کردن اولاد به این آدمان اجازت میدی؟ همین رو بگو. چی کار کردنم را میخوای خانم مجیده؟ همش را فراموش کنم؟ مرد است و کردن چون این کار طبیعی است بگویم. زنی دو یوم دارد، باز دو کودک دارد، هیچ گپ نیست گفته خود را تسلی دهم. همش را فراموش کنم؟ از من همین را خواهش داری؟ میخواهم که به اولاد صاحب باشی. تو نه تنها زنی کمالی، بلکه مادر هستی و فرزند داری. تنها فکر خودت رو کرده نمیتوانی. اگر دلت نخواهد هم برای فرزندانت چی لازم باشد اون رو اجرا میکنی. به خاطر فرزندانت مبارزه میبری. من باشم یاردمچی کلانت میشوم. یک جای این بلا رو دفع میکنی. فهمیدم. کمال به تو همه چیز را نقل نکرده است. حرامزاده کمال برای دادن گرده‌اش راضی شد، اما یک شرط دارد. من از کمال جدا می شوم و کمال با مادرش آیله دار خواهد شد. مثل گذشته به حیات من بینی خلانه، به نیلگون یا فرزندانش ضرر رسانه. به خدا هیچگاه شما را نمیبخشم. تو یعنی گپی او را قبول میکنی سوزان؟ همین خیر؟ اینجا حیات مرد در خطر است. برای چی مرا نمیفهمی؟ کسی به تو جراحی نشود نگفته است سوزان. این دیگر و بعد این دیگر است. سرخم نمیکنی. حاصل چند سالت رو با آنها پیشکش میکنی. برای اولاد مبارزه نمیبری. در اینجا یگان آیله مبارزه برنده نیست. من تا این وقت با کسی بیگانه آیله داری کردم. معما کمال نیست. برای چی نمیفهمی؟ اگر این حادثه آوازه شود در شهر گشته نمیتوانید. در همه جا شما را با انگشتی اشاره نشان میدهند. آوازه میشوید. فکر کن که تو از این حادثه ضرر ندیدی، اما فرزندانت حیات آنها به دوزخ تبدیل خواهد یافت. این حادثه برای آنها تقدیر ساز می باشد. میفهمی؟ خانم مجیده، من حاضر حتی قوت فکر کردن ندارم. اگر حاضر فکر نکنی پگاه دیر خواهد شد.
من با کسی اجازت نمیدهم که چیزی مرا بدزدد. با کسی اجازت نمیدهم که مرا مسخره کند و یا رنج دهد. برای اویلم مبارزه میبرم، برای فرزندانم مبارزه میبرم، برای مستحکمی اویلم به همه چیز آمادم. تو چیچک رو به خانه میبرم. تو باشه آیدین گفته هایم فکر کن. دخترم به خانه رفته کمی دم بگیر. آخیر پدر رو کمی دم گیر، لباست رو عوض کن، دوش بگیر و بعد بیا. من رفتن نمیخواهم که اکم رو تنها گذارم. التماس. دخترم یک دنیا کار دارم، مرا غمگین نکن. خیز رو. اجه دخترم تو هم به خانه رفت دم. من نیستم اما که کمال خسته نیستم. بیایید مادر، چیچک را به خانه ببرید. رضا شما را انتظار است. بیا چیچک، بیا دخترم. این رفیق اکم نیست؟ بله جانم. ما رو نشناخت. چرا صحبت نکردیم؟ نصیب صحبت میکنیم. اورخان باید صحبت کنیم. حاضر دکتر عارف رو هم جیغ بزنم. لازم نیست. او رو علاقه دار نمی کند. این بین من و تو می باشد. صحت می شوی، نترس پسرم. صحت می شوی، نترس. یادداری بار اول دوچرخه گرفته بودی. با تو سواری را می آموزاندم. بعد از یک مدت سر دادم. کمی دوچرخه را راندی و بعدی گردش غلطیدی. سخت ترسیده بودی. پدر گویان فریاد می زدی. از زانویت خون می آمد. انسان